نزنیم؟ اسرائیل چرا نزنیم؟ کی گفته نباید بزنیم؟ جوابه های هوی. اصلا برای ایران خیلی بده که اگه نزنه باید بزنه. باید پاسخ بدیم چون اسرائیل پررو میشه. وقتی زدن باید بزنیم دیگه. در هر صورت که باید جلوش بایستیم دیگه. جلوی اسرائیل باید ایستاد. باید یه پاسخ قاطع و محکمی داده بشه. باید پاسخی باشه که دیگه همچین اجازه به خودش نده که بخواد تکرار کنه. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله. این درگیری اجتناب ناپذیر، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. متاسفانه کشور ما صدمات زیادی در زمان حضور جمهوری اسلامی دیده و بعد از این هم بیشتر خواهد دید. ولی زورش نمیرسه که بخواد واقعاً با ارتش خودش جلوی یه ارتش مثل اسرائیل وایسه و اینو خودشون دقیقاً میدونن. من هر حکومتی در ایران در حاکمیت بود همین واکنش رو نشون میداد. الان دلایل کافی برای اتمی شدن ایران وجود داره و ما با جمهوری اسلامی و بعد از جمهوری اسلامی به بازدارندگی اتمی احتیاج داریم. نباید جنگی آغاز بشه و فکر میکنم که سران جمهوری اسلامی هم در این باره تأمل دارند و فکر نمی کنم اونها هم یک جنگ بزرگ و تمام عیار رو به نفع ایران بدونن. ولی در هر حال هر گامی ولو کوچک در مسیر جنگ برداشتن میتونه آسیب‌های بزرگی داشته باشه چون قدم بعدی رو طرف مقابل برمی‌داره.